سرخط مهمترین خبرها: اعتراض دو زاده تاجیکستان به قرار دادگاه مسکو. در تاجیکستان دو زنگی کمتر شده است و یک نفر دیگر را در پیوند به حادثه کراکوس دستگیر کردند. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 29 مارس سال 2024 است. امینجان اسلاموف و پدرش اسرائیل اسلاموف که مقامات روسیه آنها را در حمله به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال مسکو شریک یا همدست می‌دانند، خواهان بازبینی قرار دادگاه شدند. در این باره خبرگزاری رسمی ریا نواسی روز 28 مارس اطلاع داد. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو آنها را روز 25 مارس با اتهام عمل تروریستی 2 ماه به حبس گرفت. پسر دیگری خانواده دلاور اسلاموف نیز در حبس پیشکی است. وی فروشنده ماشین گفته می شود که حمله‌وران استفاده کردند. معلوم نیست که آیا او نیز شکایت کرده است یا نه. اسلاموف ها اتهام را نپذیرفته ادعا دارند که از حمله تروریستی در تالار موسیقی خبر نداشتند. تفتیشات می‌گوید که پدر و دو برادر عضو گروه جنایی بوده به حمله‌وران مدد رساندند. این شکایت اولین گمانبران حمله به تالار موسیقی کراکوس سیتی هال مسکو نسبت به قرار بازداشت و حبسشان است. مقامات روسیه میگویند که در پیوند به حادثه 12 نفر دستگیر شده، تاکنون 8 نفر از جمله 7 زاده تاجیکستان و یک شهروند قرقیزستان به حبس پیشکی گرفته شدند. معلومات‌های پیدا کرده رادیوی آزادی نشان می‌دهد که سال‌های اخیر بسیار زنی در تاجیکستان کم شده است. بر اساس آمار دادگاه عالی سال 2022 در کشور 85 نفر برای دو زنگی یا زندگی در یک وقت با چند همسر جزا گرفتند. سال 2021 باشد 82 نفر را برای این کار جزا دادند. این در حالی است که سال‌های قبل شماره مردانی که برای زندگی یک جوره با چند زن جزا گرفتند از 100 نفر زیادتر بوده است. از جمله سال 2018 102، 2019 101 و 2020 108 مرد را برای دو زنگی جزا دادند. در تاجیکستان بسیار زنی منع است و در ماده 170 کدکس جنایی برای آن جریمه یا تا 5 سال زندان مقرر شده است. اما مقامات اعتراف می‌کنند که با وجود منع بودن بسیار همسری، این پدیده در جامعه تاجیکستان وجود دارد. در برنامه دولتی رشدی عائله که حکومت قبول کرده است آمده که دو زنگی یا بسیار زنی یکی از سبب‌های مناقشه در عائله ها است. در 5 سال اخیر 154 دختر را در تاجیکستان قبل از رسیدن به سن ازدواج به شوهر دادند. قانونگذاری تاجیکستان 18 سالگی را سن ازدواج برای دختران مقرر کرده است. اما مقامات میگویند که از سال 2018 تا 2023 154 دختر را بروقت‌تر از سن 18 عائله دار کردند. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی برای بروقت به شوهر دادن دختران، دوام این 5 سال نسبت 149 کس پرونده جنایی آغاز کردند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سال 2023 بروقت به شوهر دادن دختران زیادتر شده است. فقط در 9 ماه این سال 26 دختر را قبل از رسیدن به سن 18 سالگی عائله دار کردند، حالانکه سالهای 2018 2022 این رقم کمتر بوده است. تا سال 2010 قانونگذاری 17 سالگی را سن ازدواج برای دختران تعیین کرده بود و بعداً پارلمان آن را تا 18 سالگی بالا برد. ازدواج بر محل یک مسئله بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان بوده است. مقامات و هم حامیان حقوق مخالف بروقت به شوهر دادن دختران هستند. از جمله حامیان حقوق میگویند که دختران اول باید تحصیل کرده بعداً خانه‌دار شوند، هرچند در جامعه تاجیکستان این گونه نظرها است که دختران باید بروقت‌تر به شوهر داده شوند. بینندگان عزیز، شما در این موضوع چه نظر دارید؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. حمله به کراکوس سیتی هال و بازداشت دست کم 7 زاده تاجیکستان نگرانی ها را در میان مهاجران و نزدیکان آنها زیاد کرده است. مهاجران در روسیه میگویند که بعد این حادثه آزار و اذیت ها نسبت آنها زیاد شده است. همکاری ما در ولایت ختلان نظری ساکنان را درباره همین حادثه پرسید. کار نقض نشد تا اینجا چندین من دادار بود سرچو هم رسیده همین نقض بود، همه رفت و آمد نقض بود. اکنون چخین میشه و خدا میدونه دوست میشه که نمیدونم. من مزام نبود خوب بودم خیلی چیزی بود. من از تلویزیون خبرها نشنیدم. این دهنو ما تلفن هم ندیدم. خود نکردم. یک شورت بود مسئول خبر کنم شورت بود آجا کور نکنه. اما ایوان مسئول چخیر شده پشتی بود دیگه در بالون موندیم. اصلا در برای چورت زنی خودی ترکستان نام کردن من به اینکه باوری ندارم. اگر کردگی هم باشه نه من با واسطه دیگر کس کرده دارم. من خریدگی هستم. از تاجیکو ما امید ندارم. نه شخصی هست که میرم برای کار برای مسئول برای جمعیت کار میکنم برای فرزندای خود برای چیزی. نه کردگی هستم
اینو خریدگی من گفتم که امروز که اینو خریدگی خیلی اونجا ترکو رفتن ترور کردیان اما مثلا در زالی کنسرتی در اومدن اونجا مثلا هر اونجا آدمای مثلا بگینا و چیا خیلی نشون داد ما در اخبارای روسیا در اخبارای مثلا خودمون دیدیم بچه‌ام رفته سو 31 میره سوق سلامت بره سوق می که نامعلومه در پیش نباشه ای دور شغف کن هیچ فایده نداره درست میگم نه ما همه تلویزیون در چی نشون میده همه را دیدیم تمام نمیدونم اگه حالا تلفن نکردیم و بچه ها خاطر گفت زدگی نیستی همه دونم چی میگن چی میشه اول ترکو را با سخت میگیرن با مثل که چطور با غمشون میتونن با هم دیگر خیلی از خروجشون با هم زنگ بزنن رسی هم با میدن که از این نوتن جای و سیگه خود من رسی را اکی میگه با اپشی رو دانم و دیمش خیلی برام بودن نه باید چی نکنم یا گناه را یک از کنند یک از دیگر خیلی این تیمی که حوزیش الحمدلله تیمشان بکنم کنون اینجا فهمیدم کینه بعضی اوضاع هست که بعضی کشکای دپارتاسیون میکنن نه اکنون خدا زنگ نمیزنن میگم ما در تنج یکان گفت مثل هیچ نیست تنج خیلی گفتن نمیشه این کار من 6 سال خودم رفتم 6 سال رفتم دیدم و چون خیلی میشه گوی میشه که تری هست یا سر 100 تا یک تا میشه نمیشه نمالوم اون گرانیس اوکراین دایم تری شریسه راسته ده نمیشه اینا همه این روز گندم نرم نیومد میگم چیه وقتا نیومد میگم نمیدونم داری بورا کورم ندارم بورا خودمون گیجو باشه نفهمیم که چی است چی نیست نه همونجا ترور کردگان ترور میگن چی هم ترور کردگان درستی خیلی هم درستی در کمتر زلال آوردگان اکنون آینده موجودات در دستی همه را برای اگر گفتگو کنن هم دیگر فهمی کنن بسیار نقل میشه درسته که در همه دولت ها همیشه هستن در همه بین آدم ها همیشه آدمی چون کل رفتار هستن من خواهی دارم و همه جوان ها داخل دیگه در نام گفتم میروان پدر مادر و پردن فرزند میکنن میروان نان گفته خراب بشنه شوا کار کنن شوا بیاین چه فکر دارم همه کار بیزیب کردن آخه چیکار کردن هم ملت تاجیک ملت که همه تاجیکستان رو بدنام کردن چیکار کردن آینده شد مثال باید فهمان که به مهاجر رسته چیکار کنن میتونم برای که قوای کاری در کار مثال برای گفتن و توضیح کردن مثال راه و صدیقا و بشای مکتب و چیزشون کارگر در کار و در به کارگر نمیشه همینطور. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت یک نفر دیگر را با گمان دست داشتن در حمله کراکور سیتی هال بازداشت کرده است. به ادعای کمیته گمانبر گویا در نقشه سرمایه‌گذاری حملگران احتمال اشتراک داشته است. کمیته میگوید که از دادگاه طلب میکند که او نیز حبس شود، جزئیات دیگر افشا کرده نمی شود. کمیته تفتیشاتی روسیه همچنین افزوده که درباره ارتباط حملگران با ملتگرایان اوکراینی دلیل‌های را پیدا کرده است. با گفته مسئولان کمیته این دلیل‌ها در جریان تفتیش دستگاه‌های تکنیکی که از حملگران مصادره کرده شده بود به دست آمده است، اما در این زمینه نیز جزئیات بیشتر افشا کرده نمی شود. حمله به کراکور سیتی هال شب 22 مارس روی داد. کمیته تفتیشاتی روسیه درباره بازداشت 12 کس گزارش داد که 7 نفرشان زاده تاجیکستان هستند. طبق آخرین معلومات ها تعداد قربانیان این حادثه به 143 کس رسیده، تقریبا 200 نفر زخمیان هستند. در نتیجه وزیدن شمال سخت در شهر بیشکک و ولایت چوی قرقیزستان وضع فوق‌العاده اعلام کرده شده است. وزارت حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان خبر داده است که دیروز ساعت 16:20 به وقت محلی در بیشکک و چوی شمال سخت وزید و در نتیجه بعضی از بناها و چندین کس آسیب دیده است.
شهرداری بیشکک اطلاع داده که در نتیجه شمال سخت 11 مکتب و 8 باغچه آسیب دیدند. رسانه‌های محلی درباره ضرر دیدن بناهای اجتماعی شهر هم خبر می‌دهند و اطلاع رسانه‌ها 2 کس آسیب دیده است. شمال سخت باعث قطع حرکت ترولبوس‌ها در همه مسیرها شده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 مارس را فرا می‌گیرد. соли 1638 дар оилаи подшоҳи Темурии Ҳинд Аврангзеби Оламгир духтаре таваллуд шуд, ки дар адабиёти форсу тоҷик бо номи Зебунисо маъруф аст. ӯ ки ба хотири пинҳон доштани машғулияташ аз падар инчунин бо тахаллуси махфии шеър гуфтааст, 64 сол умр дид ва шеъру ғазалҳои зиёди пуреҳсосе дар сабки ҳиндӣ эҷод кардааст. то имрӯз таронаҳое бо матни Зебунисо ганҷинаи мусиқии тоҷикро ташкил медиҳанд, мисли таронаҳои То боди сабо ё Меравам имшаб туро бедор хоҳам карду рафт. баъди талошҳои зиёди ҷомеаи маданӣ ва созмонҳои байналмилалӣ, поёни моҳи марти соли 2012 дар кодекси ҷиноятии Тоҷикистон муҷозот барои шиканҷа ворид шуд, ки ба хотири решакан кардани ин навъи бадрафторӣ нисбати зиндониёну боздоштшудаҳо нигаронида шуд. барои омилони даст доштан дар шиканҷа то 15 соли зиндон пешбинӣ шуд, вале як интиқоди аслӣ ин аст, ки аксар ҳодисаҳои шиканҷа пинҳон монда то додгоҳ намерасанд, дар ҳоле ки ҳуқуқшиносон соле дар бораи даҳҳо шикоят аз шиканҷа шудани зерҳимояҳояшон хабар медиҳанд. дар поёни моҳи марти соли 2017 ба ифтихор яке аз маъруфтарин филмҳои шӯравии сохти киностудияи Тоҷикфилм «Ман бо духтаре вохӯрдам» дар маркази шаҳри Хуҷанд муҷассамае гузошта шуд. филми мусиқии соли 1957 бо илҳом аз шеъри маъруфи Мирзо Турсунзода сохта шудааст ва муҷассама ҳамчун рамзи ишқу филми дӯстдоштании шӯравӣ қаҳрамонҳои он Лолаву Саидро таҷассум мекунад. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک تجارتی تاجیکستان تقریباً بی تغییر بود. صبح امروز در بانک 1000 روبل به 118 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1094 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. شما در روزهای استراحت هم می توانید آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپاریم.